اکتبر. ادوکات جوان تاجیک با وجود حمایت گروه 15 نفره همکارانش در دادگاه جزا گرفت و از حق کار محروم شد. اگر نسبتی او قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو هم که تطبیق شود و همین بعد حقوقی فعالیت کردن رو همچون ادوکات ندارد. برای بازسازی خانه گدایی کردیم. ساکنان دو خانواده در دوشنبه میگویند مقامات برای برقرارسازی خانه آفت زدهشان کمک نکردند. طالبان گرفتیم. چی دروغ میگو؟ پیشیم اچتو داشتیم. بگذار. طالبیده. بهائیان در تاجیکستان میگویند زندگی آرامی دارند ولی مثل پیروان آیین‌های دیگر دینشان را ترغیب نمی‌کنند. وکیلان تاجیک سند را تصویب کردند که بر اساس آن چین به تاجیکستان 2.5 میلیارد یوان معادل بیش از 350 میلیون دلار کمکی به بازگشت می‌دهد. وکیلان مجلس نمایندگان سازشنامه در این باره را امروز تصویب کردند. گفته می شود مبلغ چین برای تعمیر راه‌ها استفاده می شود. چین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی تاجیکستان به حساب می رود و شرکت‌های چینی استخراج اکثر کان‌های طلای تاجیکستان را زیر دست دارند. قرض کشور در نزد چین هم تقریباً 1.5 میلیارد دلار را تشکیل می دهد و کارشناسان می گویند اختصاص قرض و کمک‌های زیاد چین در دراز مدت برای تاجیکستان خطر دارد چون کشور را از نظر سیاسی و اقتصادی پایبندی آن می کند. دادگاه ناحیه سینای پایتخت تاجیکستان یک وکیل مدافع جوان تاجیک را 20,000 سومانی جریمه بسته برای همیشه از فعالیت ادوکاتی محروم کرد. پرونده عبدالعزیز عبدالرحمنزاده سر و صدای زیاد برانگیخته بود چون حامیان حقوق میگفتند که او بیگناه به جوابگری جنایی کشیده شده است. جزئیات در گزارش زرنگیزی نوروز شاه. خطر عمرباد محروم شدن یک وکیل دفاع تاجیک از حق انکار اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان و سازمان ائتلاف ضد شکنجه را نگران کرده است. با وجود تلاش وکیلان دفاع و سازمان‌های حامی حقوق برای اثبات بیگناهی عبدالعزیز عبدالرحمنزاده ادوکات جوان، دادگاه او را در قلابی گناهکار دانسته 20,000 سومانی جریمه بست و آینده‌اش را نامعلوم گذاشت. در صورت حکم اجرا گرفتن قراری دادگاه او دیگر نمی‌تواند به حیث ادوکات فعالیت کند. از اون جمله اگر نسبتی او قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو هم که تطبیق شود و همین بعد حقوقی فعالیت کردن رو همچون ادوکات نداره. ما کوشش میکنیم چیزی که از ما وابسته است شکایت میکنیم تا زینه‌های بالای سودی رو این زمان در همین حالت قرار دارد پرونده مذکور. برای به اعتبار کردن حکم دادگاه سینا، وکیل دفاع به دادگاه دوشنبه شکایت برده است. عبدالعزیز عبدالرحمنزاده 27 ساله 4 سال باز به حیث وکیل دفاع کار میکند. پرونده بر ضد او را ماموران آژانسی مبارزه با کروپسیا آغاز کردند و گفتند که به غیر قانونی گرفتن مبلغ از یک شهروند متهم می شود. اما عبدالعزیز عبدالرحمنزاده و 17 وکیل دفاع او این اتهام را رد کرده گفتند برعکس ماموران آژانسی عبدالرحمنزاده را شکنجه کردند. این حالت ما رو نگران نموده است زیرا که جوان است، جوانی با استعداد، با سواد است، ادوکات خیلی خوب فعال هست. دیگر اینکه نو بسته که بین این ادوکات ما و مشتری سازشنامه اویدی رسوندن یاری حقوقی جای داشت، نو بسته از همین از جانب مقامات تفتیشات پیشکی برخلاف طلبات قانون نسبت اون کس پرونده آغاز کرده شده است. بعد تغییر قانون درباره ادوکاتورا در سال 2015 مثل این وکیل دفاع جوان در تاجیکستان چندین نفر از مقام ادوکاتی محروم شدند. طبق یک بند این قانون وکیلان دفاعی که جنایت میکنند و یا نسبتشان پرونده جنایی باز می شود تا آخر عمر دیگر حق ادوکاتی ندارند. سازمان‌های بین المللی و وکیلان مدافع از مقامات تاجیکستان خواستند که این بند قانون را بازنگری کنند. این بندها گرفته شوند از قانون باید تغییر الهه در آورده شوند. سازمان‌های حامی حقوق انسان میگویند سالهای اخیر در تاجیکستان فعالیت وکیلان مدافع مشکل شده است. چند وکیل در کشور به زندان محکوم شدند و پرونده‌های آنها را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند.
مجلس نمایندگان امریکا با صدور قطعنامه کشتار دستجمعانه ارمنی‌ها در عهد امپریای ترکمن عثمانی را نسل کشی اعتراف کرد و خشم انقره را برانگیخت. نسل کشی اعتراف کردن قتل ارمنی‌ها در اول عصر 20 در زمان صورت می‌گیرد که تنش میان واشنگتن و انقره بنابر عملیات ارتش سوریه اوج گرفته است. در نتیجه عملیات حربی ارتش ترکیه در سوریه صدها تن از سربازان کرد کشته و هزاران تن دیگر بیجا شدند. طاهر سفر با تفصیلات بیشتر. زمانی ماتم و سوگواری برای کردهای سوریه برای قربانیان جنگ‌های اخیر می‌گیرند. 11,000 نفر آنها در جنگ با داعش کشته شدند و آرزوهای خود را به خاک بردند. یک آرزویشان منطقه مختار با نام روژاوا است. روژاوا آرمان ماست. آرزو داشتیم امن می شود. شب در کوچه خوابیده می توانیم و دکان‌هایمان همیشه باز می مانند. حالا اینجا امنیت نیست. تقریبا یک ماه پیش امریکا ناگهان گفت شمال و شرق سوریه را ترک می کند و با همین کردها یک شریک کلیدیش در جنگ با ضد داعش را تنها گذاشت. ترکیه هم عملیات را در سوریه شروع کرد. در این جنگ ها صدها نفر کشته و صدها هزار نفر بیجا شدند. بعد از موافقه با روسیه ترکیه حمله ها را بس کرد. در این جای پر از آدم کودکان روی زمین می‌خوابند. فقط 2 بستر دارند. بعد از چندین سال بار اول است که حکومت سوریه این منطقه کرد نشین را با کمک روسیه محافظت می کند. مردم بیم دارند آزادیشان محدود می شود ولی از ختم حمله ها خوشحالند. خصومت بین کردها و ترکیه بسیار عمیق است. ما فرزندان این سرزمین هستیم و تا ریختن آخرین قطره خونمان اینجا میمانیم. عین زمان کارشناسان میگویند در میان بیبندوباری جنگجویان دولت اسلامی نیرو میگیرند. سربازان کرد میگویند از مناطق زیادی که تا چند هفته پیش در دست داشتند بیرون شدند و آیندهشان نامعلوم است. با گذشت نیم سال از آفت سیل بهار امسال اعضای 2 خانواده از ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه به زندگی معمولی هنوز برنگشتند. بارشات شدید و سیل ماه اپریل سال 2019 خانه 2 ساکنی کوچه مستانگولوی پایتخت را خراب کرد و آنها در بینای مسجد صفتی خانه‌شان مسکون شدند. مقامات آن زمان وعده داده بودند در برقرار کردن خانه‌های ساکنان کمک می‌کنند. سرانگزی نوروزشاه و شادمان یتیم همکارانمان در شهر دوشنبه به محل زیست این ساکنان رفتند و با شرایط زیستی آنها آشنا شدند. پس از 6 ماه زندگی در مسجد 2 خانواده اصل آسیب دیده در دوشنبه به خانه‌های خود برگشتند. خانه‌هایی که هنوز برای زندگی آماده نیستند. باران شدید و سیل در ماه اپریل امسال خانه عزت‌های صالح‌وا را ویران کرد. او و 3 فرزند و خوشدامن پیرش توانستند از این آفت طبیعی نجات یابند. آنها را موقتاً در مسجد جای کردند. با قرائول مسجد با آمدن گفتن که این فطر روزه خیلی یگان چی خانده استفاده بریم. ما رفتیم در و تریزه خریدیم. اینا خشدامنم کتی در به در این صورت طلبنده گرفتیم. چی دروغ میگم؟ پیشیم اچتو داشتیم بکسه طلبیده هیچی محله خیلی آمده سون جمع کردین چه خیلی کردین نمیدون فوندامنت ریختن بعد سمین بلاک موندن تمام همیقه کمک ما کرده محله. عزت‌های میگوید از ضرر آفت طبیعی به آنها تمام مسئولان ناحیه آگاه بودند و انتظار داشتند در برقرار کردن منزل زیستشان کمک میرسانند. اما میگویند بجز کمک پولی یک دفعه که 1800 سومانی بود دیگر دستگیری ندیدند. گفتگیان که ما کمک کردیم هیچی. این خدمون ای خدمونه اینم اینجا در چیز میبینین ای خدمونه یگان چی کدگی نیسته. همین قکی خدا بشکر امنیت بسیار دستگیریمون کرد همجا در جا کرد خیلی بیرون در نموندنده. در نسخه نامه‌های جوابی به مراجعت ساکنان ضرر دیده مسئولان ناحیه شاه منصور گفتند برای تأمین این عائله‌ها با جای زیست موقتی اشیای روزگار و خوراک مساعدت کردند. ولی این خانواده‌ها میگویند در ساختمان این خانه قسماً تنها از همسایه‌های سخاوتمند خود کمک دیدند. با ای پرشتن هستیم
ایده ماده دسترخوان ایدانه ساز کردگیم می آمدن ایده هم سیومکه میکردن نبود نه اینجا دیوان بود اینجا سیروان بود همش جزیر شده نه بیبی اویشه سلوی و ساکن دیگری ضرر دیده سیل هم که خانه‌اش قسما خراب و برای زندگی نامناسب شده است 6 ماه اخیر در خانه پسرش زندگی دارد. بیبی اویشه میگوید در پی سیل او از مسئولین فقط 800 سومانی کمک پولی گرفته است. اینا سیل در آمدگی چخیل من همه خانه زندگی کنم بچم کسالی کار بانیسه بر آمدگی یا خانه اونجا بچم خانهش باز زندگی دارم احوالا بینتون یاردم هیچی نیست حکومت اومد امتیاز اومد گفتن یاردم نیست خودتان کنین ریمونت من پول ندارم که زندگی من احوال. مسئولان ناحیه شاه منصور قبلا بر رادیوی آزادی گفته بودند به قدر امکان به این خانواده ها کمک میکنند. حالا با آمدن فصل سرما این خانواده ها از آن نگرانند که در خانه های سرد و ناتمامشان پیش از همه کودکان و پیرانسالان اذیت میکشند. شادمان یتیم، زرانگیز نوروزشاه، آزادی دوشنبه. پیروان فرقه بهائیه تاجیکستان از 200مین سالگرد اساسگذار این آیین تجلیل کردند. پیروان این آیین جوانترین عالم که در بعضی کشورها از جمله ایران تحت تعقیب قرار دارند میگویند تاجیکستان برایشان کشوری امن است و ساکنان به باور دینی آنها با تحمل مناسبت دارند. جماعه بهائیان تاجیکستان چندان بزرگ نیست و حدودی 1000 پیرو داشته است. افسانه اکابرشویوا و مولا رجب یوسفی در جشن پیروان این دین در شهر دوشنبه شرکت داشتند. کسی ستایش تو را نشناخت آنچنان خود تو. پیروان آیین بهایی روز 27 اکتبر از 200مین سالگرد حضرت باب یکی از پایه‌گذاران این آیین تجلیل کردند. بهاییان تاجیکستان با نشان دادن فیلمی از حیات هم آیینانشان در دیگر کشورها نقل کردند. جمعیت بهاییان میگویند پیروان این آیین در تاجیکستان حدود 1000 نفرند. تبلیغ عقاید دینی بهایی به مثل دیگر آیین‌های غیر اسلامی در تاجیکستان ظاهرا ناکام بوده است، چون 6 سال پیش هم جمعیت بهاییان تعداد پیروان خود را 1000 نفر میگفت. ما اینقدر تبلیغ نمیکنیم، ما رفتار بهایی نشون میدیم، стараемся. Потом وقت که ما روزه داریم میگن که این کدوم روزه است؟ що за روزه؟ ما میگویم که روزه допустим از 2 مارس یا 1 مارس تا 20 مارس هر سال عوض نمیشود. میپرسن ما جواب میدیم. لیکن вот так رفتن و تبلیغ کردن و خدا نشون مجبور کردن و или настаивать دین بهایی من است. با اینکه بهاییان از تبلیغ گسترده احکام بهایی در جامعه خودداری میکنند، بر روندهای بحث برانگیز در جامعه تاجیکستان از جمله مسائل ریش حجاب نظری خود را دارند. от того что من لباسم میپوشم درست لیکن رفتاری گنده میکنم это ничего не меняет. پیروان آیین بهایی میگویند هیچگاه دیانت خود را پنهان نکردند، هرچند خاطرات تلخ قتل همباورانشان در سالهای 90 هنوز از خاطرهشان زدوده نشده است. با این وجود تاجیکستان برای پیروان این آیین کشوری امن بوده است. تا امروز که از سال 96 که با دین بهایی شناس شدم و برای خود قبول کردم، من یگان محدودیت را ندیدم و حتی از طرف دولت که میدونم که محفل روحانی بهایی تصدیق شده. جمعیت بهاییان تاجیکستان به گفته مسئولانش اساساً از حساب خیریه های پیروانش کار میکند. دین بهایی در قرن 19 در ایران از سوی میرزا حسین علی نوری با تخلص بهاءالله عرض وجود کرد و حالا بیش از 5 میلیون پیرو دارد. جماعه های بهاییان در 188 کشور و 45 قلمرو در خاور میانه، اروپا، افریقا، امریکای شمالی و جنوبی، آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی و روسیه تأسیس شدند. بیننده ارجمند، برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید و در صحیفه آزادی ویدیو ببینید. تا صبح فردا، خدا نگهدارتان.